پیشتر در صلح شاهد شدیم که عالی و نامزد بود، عروس نشده به خانه شوهر نرفته، دکتر سند داد که باکره نیست، مثلا فاجعه شد، پدر و مادر دختر خودکشی کردن، خود دخترم دست به خودکشی زد. تشخیص وکالت البته پس میزند شأن شرفی دختر و دختر تاجیک را. اگر مثال همان مرد که با همان زن خانه‌دار شدنی است باوری نداشته باشد، مجبور نشود که آن را برد. تحقیر است، تعقیب است، تعبیز است نسبت دخترها. از این رو در عصر 21 این خیلی مسئله گذاری کردن که این همین نشانه اخلاق است، این خودش علاقه به اخلاق است. مانی نقص کنند برای اینکه من راضی ام، منم اول من با معقول نشد، لیکن بچه‌ها بسیار فریب میکنن. از کجا میدونند و در تولد کردگی خودشون دختر کرده شوهر کردگی.